چی بود؟ چی مخواستی بشه؟ احمد به اون چشای شورش از آقا چشم من زد. مامان فکر کنم عمه بازم چشمون زد. این دیوان یادگار ننه مادر خدا بیامرزم بود که تو شکوندیش دست و پاچه لفتی. مامان عین همینو برات از تروب میخرم. خدا وکیلی؟ آره مگه از تروب فقط قیمت نمیگیره؟ نه بابا بیا این نشان ضمانتشه. میبینی تروب در واقع یه سری از فروشگاهاش ضمانت کرده که اگه محصولت اشتباه یا خراب برسه دستت پولت حتما برمیگرده. خوبه به شرطی که فقط از تروب بشه، چون که ما فقط او رو قبول دارم. اگه از جای دیگه بگیری پارت میکنم. از تروب فقط میگیرم براس خیالت راحت. باری کلا به چیجا اینا رو هم جمع